امروز با همدیگه میخوایم یه لیف یلدایی ببافیم. یه لیف طرح هندوونه که بافتش خیلی هم راحت و آسونه. لطفاً رج به رج با من ببافید. به نام خدا. سلام دوستای نازنینم، وقتتون بخیر. با قرائت یک صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم میریم سراغ آموزش زیبا و دلبر امروزمون که همونطور که گفتم امروز با همدیگه این لیف جذاب هندوونه رو میخوایم ببافیم. قبل از حالا آموزش این لیف خدمتتون عرض کنم که آموزش این لیف قلبی که توی هر رنگی که دوست داشتین میتونید ببافین به صورت رایگان توی یوتیوب براتون بارگذاری کردم. اگر آموزش این دلبر زیبا رو میخواین میتونید وارد صفحه یوتیوب بشید و آموزش رو به صورت رایگان ببینید. اگر هم صفحه یوتیوب من رو نداری لطفاً کپشن رو مطالعه کن. خب بریم سراغ این مدل جذابمون. برای بافت این مدل جذاب به 5 رنگ کامبا احتیاج داریم: قرمز، صورتی، سفید و 2 رنگ سبز کمرنگ و پررنگ تر احتیاج داریم که برای بافتش از این کامباهای درشته‌ای نرم که توی بازار هست اسمای مختلفی داره. این کامباها بهار، بهاران، لادن، پاییزه، نوبهاران، میامه، یاچی، زمستانه، پاییزه، نمیدونم اسمای مختلفی هست. هر مارکی رو که دوست داشتین میتونید تهیه کنید و بافت و باهاش انجام بدید. حتی با خورده کامباهایی هم که توی خونه دارید میتونید این لیف جذاب رو ببافید. من برای بافتش از قلاب شماره 2 دست تولیب استفاده کردم که دیگه رنگ دسته قلابم رفته. با سایز قلاب های شماره 1 تا 2 چندین سایز قلاب داریم: 1 و 10 1 و 15 1 و 20 1 و 25 1 و 30 1 و 35. به همین صورت سایز قلاب ها بالا میره تا 2 میلیمتر. با 2 میلیمتر دست تولیب یا حتی 2 میلیمتر دست ژله‌ای هم میتونید بافتتون رو انجام بدید که من با دست تولیب بافتم. رنگ رنگ بندی هم که خدمتتون عرض کردم قرمز احتیاج داریم، یکم صورتی کم رنگتر، یه رجم با سفید بافتم و سبز کمرنگ و سبز پررنگ. برای این حالا دونه هاشم از رنگ مشکی استفاده می‌کنیم که با کوک اینا رو انجام میدید. این حالا من اینجا 3 تا بافتم، 3 تا کوک زدم، اینجا 2 تا، اینجا یکی. میتونید در هم بزنید این حالا قسمت ها رو، یا میتونید مثلا بالای اینم یه 4 تایی بافید، یعنی 4 تا اینجا براش از این کوکا بزنید که حالا تعداد این دونه های داخل هندونه‌تون بیشتر باشه. دیگه این همه سلیقه‌ای و دست خودتون هست. بریم برای آموزش که مطمئنم منتظر هستین. قبل از اینکه آموزش رو ببینی یه لایک بزن، یه کامنت قشنگی هم برام بنویس. احیانا توی بافت مدلم اگر مشکلی داشتی زیر همین پست کامنت بذار، حتما جوابگو هستم. بریم برای آموزش. برای بافت این لیف هندونه ما شروع بافتمون با رنگ قرمز هست، اما من گفتم شاید توی فیلم مشخص نباشه و به خصوص برای دوستای مبتدی که تا حالا نبافتن بافت پای پفکی، شما از رنگ قرمز شروع کنید به بافت. من با سفید میبافم که توی فیلم بهتر متوجه بشید. برای شروع بافتمون به یه دونه حلقه جادویی احتیاج داریم. حالا به هر روشی که خودتون حلقه جادویی رو بلدین میتونید بزنید. اگرم بلد نیستید ببینید این 2 تا انگشت اشاره و انگشت شست جو رو روی این نخ قرار میگیره. ببینید که انگشت اشاره رو و انگشت شست زیر نخ باشه و به این صورت نخو یه تاب میدم. قلاب میره داخل این حلقه، نخ میگیرم، بیرون میکشم، 3 تا زنجیره میزنم که اصلا توی بافت من حساب نمیشه، فقط به خاطر اینکه ارتفاع پایه اولمو به دست بیارم. میخوام پایه پفکی ببافم. نخ و دور قلاب میندازم، قلاب میره داخل این حلقه جادویی که درست کرده بودیم و نخ بیرون میکشم. این یک بار. دوباره نخ دور قلاب، همون حلقه، این 2 بار. نخ دور قلاب، قلاب میره داخل حلقه جادویی 3، نخ دور قلاب داخل حلقه جادویی 4، نخ دور قلاب داخل حلقه جادویی 5. میخوام پایه پفکی ببافم. دوست داشتین 3 بار نخو بیرون میکشین، 4 بار نخو بیرون میکشید، یا مثل من 5 بار، که اون دست خودتونه. همه این پایه همون به این صورت جمع میکنیم. 2 تا انگشت، یعنی انگشت وسط و انگشت شست این دستمون اینجا قرار میگیره. نخ و دور قلاب میندازم، سر قلاب رو به پایین و از همه حلقه ها رد میکنم. اینجا با این 2 تا انگشتم ببینید یه دونه حلقه درست کردم، کاملا توی بافتتون مشخصه. قلاب میره داخل این حلقه، نخ و بیرون میکشم، یه پایه کوتاه میدونم زنجیرم برای محکم کاری و فاصله کارم میزنم. الان یه دونه پایه پفکی بافتم. این پایه پفکی باید بشه 8، یعنی 7 مرتبه دیگه باید این بافت رو تکرار کنم. دوباره نخ و دور قلاب میندازم، قلاب میره داخل این حلقه، نخ بیرون میکشم، 1
2 3 4 5. گفتم 3 4 یا مثل من 5 بار میتونید نخ بیرون بکشید، دیگه دست خودتونه. دوباره 2 تا انگشت اینجا قرار میدم، نخ دور قلاب، سر قلاب رو به پایین و از همه این حلقه ها رد میکنم. دوباره میام اینجا داخل این حلقه که با 2 تا انگشتم درست کردم قلاب رد میشه، نخو میگیرم بیرون میکشم، پای کوتاه و زنجیره، نخ دور قلاب، بافت تکرار میشه. 1 2 3 4 و 5 و دوباره پایه رو جمع میکنم، پای کوتاه و زنجیر. ببینید 3 تا پایه پفکی بافتم. این پایه پفکی باید بشه 8 تا، یعنی 5 مرتبه دیگه این بافت رو به همین صورت انجام میدم. بافت انجام بدم و بعد خب بافت انجام دادم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه پفکی بافتم به فاصله 1 زنجیر. زنجیر آخرم میزنم و میام این نخ حلقه جادویی رو کاملا میکشم و کارمو جمع میکنم. و حالا میام بست میزنم به بالای اولین پایه پفکی که بافته بودم به این صورت. این نخ حلقه جادویی به خاطر اینکه به مرور امکان داره باز بشه ما باید محکم کارش بکنیم. میارم پشت بافت از لابلای این پایه، حالا هر پایه‌ای که راحت تر بودیم و براتون مقدور بود رد میکنیم از چند تا پایه از این حلقه های پشت کار ها به این صورت با 2 تا زنجیره. ببینید 1 و 2 کارو محکم میکنیم و نخ اضافه رو قیچی میکنیم. این رج اولمون به پایان رسید. برای شروع رج بعد با یه دونه بست میام داخل حفره تک زنجیره ما بین 2 تا پایه پفکی که دارم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم که این 3 تا زنجیره اصلا توی بافت من حساب نمیشه، فقط به خاطر اینکه ارتفاع پایه اولم رو به دست بیارم و شروع میکنم به بافت پایه پفکی. یه دونه پایه پفکی میبافم، کارو جمع میکنم، یه زنجیره برای فاصله، نخ دور قلاب همونجا، دوباره داخل همون حفره اول پایه دومم میبافم. 3 4 و 5 و پایه رو جمع میکنم. داخل حفره اول 2 تا پایه پفکی بافتم به فاصله 1 زنجیره، یه دونه زنجیره فاصله. حالا داخل 3 تا حفره بعدی میام پایه پفکی تک میبافم. 1 2 3 4 و 5. این پایه رو جمع کنم. این یه دونه پایه تک، یه زنجیره فاصله. حفره بعدی که حفره سوم میشه، اینجا یه پایه تک و حفره بعدی که حفره چهارم میشه، اینجا هم یه دونه پایه پفکی تک و پایه رو جمع کنم و یه زنجیره. ببینید داخل 4 تا حفره اول 2 تا پایه پفکی بافتم به فاصله 1 زنجیره. 3 تا حفره بعدی هر کدوم یه دونه پایه پفکی بافتم به فاصله 1 زنجیره. حفره پنجم مثل حفره اول و میام 2 تا پایه پفکی میبافم به فاصله 1 زنجیره، یعنی این 2 تا قسمت میشه گوشه های کار من. یه زنجیره میزنم و همونجا یه پایه پفکی دیگه میبافم. پایه جمع میشه. ببینید الان نشونتون میدم. پس ببینید حفره اول 2 تا پایه پفکی به فاصله 1 زنجیره. 3 تا حفره بعدی یعنی حفره دوم، سوم و چهارم هر کدوم یه دونه پایه پفکی به فاصله 1 زنجیره. یک زنجیره میزنم و این میشه حفره پنجم. ببین حفره پنجم 2 تا پایه پفکی به فاصله 1 زنجیره. حالا 3 تا حفره باقی مانده یعنی حفره 6 و 7 و 8 دوباره باید پایه پفکی های تک ببافم. این حفره ششم میشه، یه دونه پایه، یه زنجیر فاصله. این حفره هفتم میشه، 1 2 3 4 5 پایه رو جمع میکنم و این حفره آخرم میشه حفره هشتم که اینجا هم یه دونه پایه پفکی باید ببافیم. 1 2 3 4 و 5 و پایه رو جمع میکنم. پایه کوتاه و یه دونه زنجیر. پس ما 8 تا حفره داریم. خب 8 تا حفره اول
دو تا پای پفکی به فاصله یک زنجیره. حفره دوم، سوم و چهارم هر کدوم یه دونه پای پفکی به فاصله یک زنجیره. حفره پنجم دو تا پای پفکی به فاصله یک زنجیره، دقیقاً این حفره اول. حفره 6، 7 و 8 هر کدوم یه دونه پای پفکی به فاصله یک زنجیره. زنجیره آخرم هم میزنم و میام به بالای این پایه اول بست اتصالمو میزنم. ببینید الان اینجا دوباره با یه بست میرم داخل این حفره اول و 3 تا زنجیره میزنم که توی بافت من اصلا حساب نمیشه، فقط به خاطر اینکه ارتفاع پایه اول این رجم به دست بیاد. و داخل این حفره اول مثل رج قبل 2 تا پای پفکی میبافم به فاصله یک زنجیره. این یک زنجیره رو که زدم دوباره همونجا یه دونه پای پفکی دیگه میبافم و پایمو جمع میکنم. پای کوتاه و زنجیر. الان 1 2 3 4 تا حفره تک زنجیره داریم تا برسم به این بافت دوتایی که گوشه بعدی کارمون هست. پس میام 4 تا پای پفکی به فاصله یک زنجیره میبافم. رج قبل 3 تا پای پفکی بود، 3 تا حفره داشتیم، 3 تا پای پفکی. این رج 4 تا حفره داریم، داخل هر حفره یه دونه پای پفکی میبافیم که میشه 4 تا پای پفکی به فاصله یک زنجیره. این پای پفکی سوم میشه 3 4 5. پایه رو جمع میکنم، یه زنجیره. اینم پای پفکی چهارم تو حفره چهارم. 2 3 4 و 5 و پایه رو جمعش میکنم. الان 4 تا پای پفکی تک بافتم. اینم که گوشه کارم هست، بافت دوتاییمون. دوباره رسیدم به بافت دوتایی این طرف. دوباره این قسمت میام 2 تا پای پفکی میبافم به فاصله یک زنجیره. ببین پایه رو که جمع کردم یه زنجیره میزنم و همونجا دوباره یه دونه پای پفکی میبافم که تعداد پای پفکی های این قسمت میشه 2 تا. گوشه کارم هست. یه زنجیره فاصله و حالا 1 2 3 4 تا پای پفکی تک میبافم که این رجم به اتمام میرسه. من این 4 تا پای پفکی تک رو ببافمش. خب دوستان اینجا گوشه کارم هست که پایه دوتایی دارم به فاصله یک زنجیره. حالا 1 2 3 4 تا پایه تک به فاصله یک زنجیره. فاصله زنجیره تمام پایه ها یکی است دوستان. داخل حفره ببینید داخل این حفره که 2 تا پایه دارم دوباره 2 تا پایه میبافم به فاصله یک زنجیره و دوباره 4 تا پایه تک. پس اینو که اینجوری تا کنیم الان این قسمت کارمون 4 تا پایه تک داریم، این قسمت کارمون هم 4 تا پایه تک و این قسمت و این قسمت پایه های دوتایی داریم که هر رج ببینید هر رج یه دونه پایه به این پایه های تکمون اضافه میشه. این زنجیره رو که زدم میام بستم و میزنم. این پایه های دوتایی که توی گوشه کار داریم ثابت هستش. من الان رسیدم به این حفره اول 1 2 3 تا زنجیره و دوباره 2 تا پایه پفکی داخل این حفره اول میبافم به فاصله یک زنجیره. این پایه پفکی اولو جمعش میکنم، یه زنجیره میزنم و پایه پفکی دوم 2 3 4 و 5. گوشه کار رو بافتم. گوشه کار رو یعنی شروع بافتمون با این گوشه شروع میشه. میبینید که 2 تا پایه پفکی بافتم به فاصله یک زنجیره داخل این حفره اول. و الان 1 2 3 4 5 حفره‌های تک زنجیرمون شده 5 تا که باید 5 تا پایه پفکی تک ببافم. یعنی داخل هر کدوم از حفره ها یه دونه پایه پفکی ببافم. رج قبل 4 تا بود، این رج شده 5 تا. یه دونه‌شو بافتم، این 4 تای بعدی رو ببافم به فاصله یک زنجیره. خب دوستان بافت انجام دادم. این بافت گوشم هست که دوتایی هست و 1 2 3 4 5 تا پایه تک به فاصله یک زنجیره بافتم و الان میام اینجا دوباره گوشه کار رو سر جای خودش میبافم. پس گوشه های کار توی این بافت ثابت هستش. 2 تا گوشه داریم که توی هر کدوم از اون گوشه ها میام 2 تا پایه پفکی میبافیم به فاصله یک زنجیره. الان این پایه پفکی دومش هست. ببینید زنجیرم رو بزنم، گوشه کار رو بافتم. کامل مشخصه. ببینید قسمت هایی که گوشه کارمون هست کامل مشخصه. و الان دوباره 1 2 3 4 5 تا پایه تک باید ببافم توی این 5 تا حفره تک زنجیره‌ای که دارم. خب اولین پایه رو بافتم به فاصله یک زنجیره. 4 تای بعدی رو ببافم من. خب بعد از بافت این دو تایی که برای گوشه بود 1 2 3 4 5 تا پایه تکم رو بافتم، زنجیرم رو میزنم و دوباره بست میزنم اینجا بالای پایه اول. الان دیگه کارمون روی دور تکرار افتاده دوستان. الان دوباره با بست میرم داخل این
حفره اول که گوشه کارم هست 3 تا زنجیره میزنم که فقط ارتفاع پایه‌مو به دست بیارم، چون اون زنجیره اصلا توی بافت من هیچ تأثیری نداره. دوستایی که حالا مبتدی هستن میتونن این 3 تا زنجیره رو بزنن، دوستایی که میتونن ارتفاع پایه رو به دست بیارن احتیاجی نیست که اصلا اون 3 تا زنجیره رو بزنن. من دارم بافت رو برای دوستای مبتدی کامل توضیح میدم دوستان. الان گوشه کارمو بافتم. ببینید توی گوشه کار 2 تا پایه پفکی به فاصله 1 زنجیره میزنم، 1 زنجیره میزنم و الان ما اینجا 6 تا پایه باید بافیم. ببینید 1 2 3 4 5 6، 5 تا پایه قبلی شده 6 تا و هر رج یه دونه پایه به پایه ها اضافه میشه. دوباره میام گوشه رو میبافم و دوباره 6 تا پایه تک باید بافم به فاصله 1 زنجیره. دوباره بستمو که زدم، گوشه کارو که بافتم، حالا رج بعدش پایه ها میشه 7 تا، رج بعد پایه های تک میشه 8 تا 9 تا 10 تا. به همین صورت هر رج یه دونه پایه به این طرف بافتمون اضافه میشه، یه دونه پایه به این طرف و این گوشه های کار سر جای خودش باید بافته بشه و این بافت به مرور هی بالا بیاد، چون بافت دیگه تکراره. من بافت رو انجام میدم تا جایی که این گوشه های کار رو که داشتیم بجز این گوشه های کار این پایه های تکمون برسه به 15 تا، یعنی این طرف 15 تا پایه تک داشته باشیم، این طرفمون هم 15 تا پایه تک داشته باشیم. پس من بافت رو با رنگ قرمز انجام میدم تا برسم به جایی که این طرف 15 تا پایه تک دارم، این طرف هم 15 تا پایه تک دارم و این گوشه هم که دیگه سر جای خودش بافته میشه. بافت انجام بدم. خب دوستان من بافت انجام دادم با رنگ قرمز، چون برای دوستای مبتدی بود با سفید شروع کردم، اما خود که بافتون باید قرمز باشه. ببینید از این اول کار که شروع کنیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 رج من بافتم که رج 14 هم این گوشه کارم هست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا پایه تک این طرف دارم، 15 تا پایه تک این طرف دارم. اینم که گوشه های کارمون هست. ببینید پایه های دوتایی و اینم پایه دوتایی این طرف کارمون هست. پس من 14 رج بافتم و تکرار کردم. اینجا پایه آخر رو که بافتم زنجیرم رو میزنم و میام بست میزنم روی این پایه اول، 2 تا زنجیره میزنم و رنگ قرمز رو قطعش میکنم. رنگ قرمز رو قطعش کردم. حالا از رنگ صورتی استفاده میکنم. من از صورتی کم رنگ استفاده میکنم. نخو سر میندازم و ببینید میام این گوشه کارم که بافت دوتایی انجام میدادیم دوباره نخو سر میندازم همینجا. خب از این رج دیگه بافت دوتایی انجام نمیدیم، میام داخل همه این حفره‌های تک زنجیره یه دونه بافت پفکی انجام میدم. 3 تا زنجیرمو میزنم. دوستای مبتدی دقت کنن که این 3 تا زنجیره رو به خاطر میزنم که این پایه تا این حد کشیده بشه. 1 2 3 4 و 5. حالا پایه رو جمع میکنم، پایه کوتاه یه دونه زنجیره میزنم. دیگه اینجا نمیام 2 تا پایه ببافم. ببینید اینجا بافتی است که افزایش میدادیم و بافت دوتایی انجام میدادیم. خب دیگه اینجا بافت دوتایی انجام نمیدیم، یعنی 2 تا پایه پفکی به فاصله 1 زنجیره توی گوشه کار نمیبافیم و یه دونه پایه میبافیم. یعنی داخل تمام این حفره های تک زنجیره ایمون میایم یه دونه پایه میبافیم به فاصله 1 زنجیره. دیگه بافت دوتایی شروع رج که با رنگ صورتی کم رنگ میبافیم نداریم. داخل هر حفره زنجیره یه دونه پایه ببینید میبافم تا برسم به این قسمت، چون اینجا باید یه دونه پایه ببافم. من تا اینجایی که میرسم به این بافت گوشه بافت انجام میدم. داخل هر حفره زنجیره یک پایه پفکی به فاصله 1 زنجیره. خب دوستان من بافت انجام دادم، رسیدم به اینجا، به این گوشه کار که بافت دوتایی میبافتیم توی هر رج. مثل اون طرف کار احتیاجی نیست که بافت دوتایی ببافیم و فقط یه دونه پای پفکی این گوشه کار میبافم. پایه رو جمعش میکنم. ببینید مثل شروع رجم که با یه دونه پای پفکی شروع شد. ببینید گوشه اول کار، گوشه دوم کارم هم یه دونه پای پفکی و دوباره میام داخل هر کدوم از این حفره‌های زنجیره یه دونه پای پفکی. پس توی این رج توی همه حفره‌های زنجیره یه دونه پای پفکی میبافیم به فاصله 1 زنجیره و دیگه احتیاجی به بافت دوتای گوشه نداریم. خب من بافت انجام میدم تا برسم به انتهای رج. خب من بافت انجام دادم و رجم به اتمام رسید. توی این رج ما 34
4 تا پایه تک داریم. دیگه این قسمت هایی که ببینید که پایه دوتایی می‌بافتیم، این قسمت و این قسمت پایه دوتایی نداشتیم، پایه تک داشتیم که پایه هامون شده 34 تا پایه تک. ما همه رج ها می‌اومدیم یه دونه زنجیره می‌زدیم اینجا و بالای این پایه بست می‌زنیم. درسته؟ به این صورت بافت انجام میدیم. توی این رج قسمت آخر یکم فرق میکنه. زنجیره رو باز میکنم. ببینید هیچ زنجیری نزدم. میام اینجا بدون هیچ زنجیری بالای این پایه نخو میگیرم و یه دونه پایه کوتاه میزنم. چرا؟ چون من میخوام از این قسمت، ببین پایه کوتاه هم کجاست، از این قسمت بافتم رو شروع کنم. ببینید اینجا بافت دوتایی هست و گوشه اول بافتم بود که اومدم یه دونه پایه رج قبل توش بافتم. من این پایه تکی که بافتم داخل این حفره رو کار دارم، یعنی با حفره قبل و حفره بعد این پایه تکی که داخل این گوشه کار می بافتم کار دارم. پس این پایه کوتاه رو اینجا میزنم که بافتم و از اینجا از حفره قبل از این پایه پفکی شروع کنم. 3 تا زنجیره میزنم. دوستای مبتدی حالا 3 تا زنجیره میزنن، دوستایی که مبتدی نیستن میتونن بافت پایه پفکیشون رو شروع کنن. و ببخشید یه دونه پایه پفکی باز اینجا میبافم. یعنی این پایه پفکی رو بافتم اما جمعش نمی کنم. دوباره نخ و دور قلاب میندازم، میرم حفره بعد از این پایه تکی که این گوشه کار دارم و اینجا هم یه دونه پایه پفکی 1 2 3 4 و 5 و حالا پایه رو ببینید 2 تا پایه رو با هم جمع میکنم. میخوام یه دونه از پایه ها رو کاهش بدم. 2 تا پایه رو با هم جمع میکنم، پایه کوتاه و زنجیره. حالا میام داخل این حفره های تک بعدی که دارم، ببینید داخل این حفره های تک بعدی هر کدوم یه دونه پایه میبافم تا دوباره برسم به این گوشه این قسمت کارم. ببینید کاملا مشخصه کجا رو میگم. اینجایی که بافت دوتایی میبافتیم اینجا یه دونه بافتم با حفره قبل و حفره بعد این کار دارم، یعنی تا اینجا بافت تکم رو انجام میدم. من پایه ها رو ببافم و برگردم. خب بعد از این بافت کاهشی، این بافت اون کاهشی هستش دیگه، ببینید کاملا مشخصه. بعد از این کاهشی 2 4 6 8 10 12 14 15 تا پایه تک میبافیم که میرسیم به این قسمت. ببین این گوشه دوم کارم هست، گفتم با حفره قبل و حفره بعدش کار دارم، یعنی اینجا و این پایه دوتا حفره رو میخوایم کاهش بدیم و به یه حفره تبدیل کنیم. ببین قلاب اینجا رد میشه، یه دونه پفکی میبافم 1 2 3 4 5 پایه باز روی قلاب جمعش نکردم. دوباره نخ و دور قلاب میندازم، میام اینجا حفره بعدم یک پایه میگیرم 1 2 3 4 و 5. ببینید حالا این دوتا پفکی بازو با هم جمعش میکنم، پایه کوتاه و زنجیره و دوباره 15 تا پایه تک داخل حفره های بعدی باید بافم، یعنی 15 تا حفره تک زنجیری برای من میمونه که میام 15 تا پایه تک داخل این حفره های تک زنجیری میبافم. یکی رو بافتم، 14 تا دیگر رو ببافم. خب من بافت انجام دادم. رج دوم رنگ صورتی رو به پایان رسوندم. چون بافتم داره کاهش پیدا میکنه و این باف هرچی میاد بالاتر هی تنگتر میشه، گفتم اول این حالا دونه های سیاه و این تخم های هندوونه رو کوک بزنم. نخ مشکی، همین بافتی که انجام داریم میدیم، همین از این نخهای دولایه رو من دوباره دولا کردم، یعنی شده 4 لا و دارم باهاش کوک میزنم. ببینید به این صورت من اینجا اینور بیارم، من اینجا 3 تا، اینجا 2 تا، اینجا 1. شما اگه دوستش میدونید این حالا دونه ها رو هم در همم کوک بزنید دیگه، اونها سلیقه خودتونه، یا مثلا بالاش یه 4 تایی هم انجام بدید، مثلا 1 2 3 اینجا 4 تا کوک انجام بدید. نخم 4 لا هست. ببینید الان مثلا این یکی رو میخوام کوک بزنم. ببینید میام حفره بالای پایه رو در نظر بگیرید. ببینید یه حفره داره، یه سوراخی بالای هر پایه‌مون داریم. قلاب این سوزن از اونجا رد میکنم. ببینید برای همشون به این صورت من کوک زدم و انجام دادم. فقط این نخا رو چون 4 5 لا هست باید کمی مرتب بکشیم که یک نواخت بیرون بیاد. ببینید حفره بالای این پایه است، میام حفره بالای این پایه روبروش، میبینید اینجا و
مواظب باشین دو تیکه لیف رو به هم ندوزین. این یک بار، اگر دوست داشتین دوبار، من دوبار این کار انجام دادم، یعنی 2 تا کوک زدم با اینکه نخم چند لا هستش، دوبار انجامش دادم. با حفره های بالای پایه ها. و حالا از این طرف کار نخمو بیرون میارم. اگرم دوست داشتین گفتم میتونید این حالا کوکا در هم باشه و مثلا صاف نباشه. دوستم داشتین میتونید مثلا بالاشم 4 تایی هم بزنید دیگه. اینا همه سلیقه و دست خودتونه. ببینید دو قسمت این کار رو انجام میدم و این نخ مشکی رو میبرم لابلای پایه ها و مخفی کنم. من مخفی کاری یا تمیزکاری کارم انجام میدم. با ادامه باب در خدمتتون هستم. خب دوستان ببینید این تمیزکاری کارم رو انجام دادم. گفتم حالا این کوکا رو شما میتونید بیشتر بزنید یا حالا چپ و راست بزنید، هر جوری که خودتون راحت هستید. اینجا زنجیری آخر رو زدم و میام به بالای این پایه کاهشی. ببینید بالای پایه کاهشی یه دونه بست، یه زنجیره و این نخ صورتی رو قطع میکنم. رنج بعد رو با رنگ سفید انجام میدم. رنگ سفید رو میارم، نخمو سر میندازم و میام اینجا. ببین این پایه کاهشی اون هست، کاملا مشخصه قبل و بعد از پایه کاهشی، یعنی حفره قبل از پایه کاهشی نخمو اینجا سر میندازم. 3 تا زنجیره میزنم برای شروع بافت که ارتفاع پایم به دست بیاد و شروع میکنم. ببینید 1 2 3 4 5 پایه رو جمع نکردم، پایه بازه روی قلاب. میام حفره بعدم 1 2 3 4 و 5. حالا این 2 تا پایه رو با هم جمع میکنم و یه دونه بافت کاهش انجام دادم. ببینید با یک کوتاه زنجیره. ببینید رج قبل این پایه های تکمون 2 4 6 8 10 12 14 15 تا بود. خب این رج پایه های تکمون میشه 14 تا، هر رج یه دونه ازش کم میشه. الان میام داخل این حفره های تک زنجیره بعدی هر کدوم یه دونه پایه تک میگفتم. این پایه رو که جمع کردم یه دونه زنجیره میزنم و میرم حفره بعد و پایه تکمو میبافم. الان بافتم انجام میدم تا این قسمت. ببینید تا برسم دوباره به بافت کاهشی با حفره قبل و حفره بعدش کار دارم. تا این بافت کاهشی یعنی تا اینجا بافت انجام میدم. این حفره قبل از پایه کاهشی رو با هم میبافیم. خب بعد از پایه کاهشی 2 4 6 8 10 12 14 تا پایه بافتم. ببینید رسیدم به این حفره قبل و بعد از این پایه کاهشی. دوباره اینجا پایه کاهشی 1 2 3 4 5. این پایه رو جمعش نمی کنم، بازه روی قلاب، نخ رو قلاب، میرم حفره بعد 1 2 3 4 و 5 و حالا این 2 تا پایه رو با هم جمع میکنم. پایه کوتاه و زنجیره و دوباره 14 تا پایه تک داخل این 14 تا حفره تک زنجیره‌ای میبافم به فاصله 1 زنجیره، چون بافت تکرار من انجامش بدم. خب بافت انجام دادم. اینجا کاهشی بافتم، این قسمتم کاهشی بافتم و این قسمت 14 تا پایه دارم، پایه تک. این طرفم 14 تا پایه تک. زنجیره آخرم میزنم و میام به بالای این پایه کاهشی بست، یه زنجیره و نخ سفید رو قطع میکنم. خب از رنگ سبز کم رنگ استفاده میکنم. اینجا نخ سر میندازم و دوباره میام قبل از پایه کاهشی، این پایه کاهشیمه، حفره قبل از پایه کاهشی که اینجا باشه نخمو سر میندازم. 3 تا زنجیره میزنم و شروع میکنم به بافت یه دونه پفکی باز. 1 2 3 4 5. پایه بازه، جمعش نکردم. نخ دور قلاب میندازم حفره بعد از پایه 1 2 3 4 و 5. حالا 2 تا پایه رو با هم جمع میکنم. یه دونه کاهش بافتم و حالا میام پای پفکی های تک و سر جای خودش میبافم که این رج پای پفکی های تک هم میشه 13 تا پای پفکی تک. هر رج داره یه دونه از پایه ها از این طرف، یه دونه از اون طرف بافتم کم میشه. ببین
اولی رو بافتم، زنجیرم هم زدم، میام داخل حفره بعدی بافت پای پفکی انجام میدم تا برسم به این حفره قبل از این بافت کاهشی تا اینجا، یعنی اینم میبافم، اینجا رو با هم میبافیم. خب کاهشمو که بافتم 2 4 6 8 10 12 13 تا پای تکم هم بافتم، رسیدم به این قسمت. ببینید پای کاهشی کاملا مشخصه داخل این حفره 1 2 3 4 5 و اینجا 1 2 3 4 5 و حالا این دوتا پایه رو جمع میکنم و یه دونه کاهش میبافم، پایه کوتاه و زنجیر و دوباره میام 13 تا پایه تک داخل این 13 تا حفره باقی مانده میبافم، چون بافت تکراره من پایه ها رو ببافم و برگردم. خب این قسمت هم بافتم. اینجا چون میخوام با همین رنگ سبز ادامه بدم، به جای اون زنجیره و پایه بست مستقیم، نه زنجیره زدم نه پایه بست، میام اینجا مستقیم یه دونه پایه کوتاه، ببین بالای این پایه اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافم، چون اینجا ببین قبل از این بافت کاهشی میخوام بافتم و شروع کنم. 3 تا زنجیره میزنم ببین و این حفره که الان پایه کوتاه بافتم 1 2 3 4 5 پای بازه روی قلاب میرم حفره بعدش 1 2 3 4 و 5 و حالا 2 تا پایه رو با هم جمع میکنم، یه دونه کاهش بافتم و حالا میام شروع میکنم به بافت پفکی تک، بافتم و انجام میدم تا دوباره برسم به این قسمت. من پایه های تک رو ببافم. خب 12 تا پای پفکی تکمون که بافتم میرسم به این گوشه کار، دوباره ببین جایی که پایه کاهشی دارم، دوباره این حفره 1 پایه میگیرم 1 2 3 4 5 و حفره بعد 1 2 3 4 5 حالا 2 تا پایه رو با هم جمع میکنم و یه دونه کاهشی میبافم، یه زنجیره و دوباره پایه های تک داخل این حفره های تک زنجیری میام پایه های تکمو میبافم. من این رج رو به اتمام برسونم. خب دوستان بافت انجام دادم، چون رج بعد میخوام تغییر رنگ بدم یه زنجیره میزنم و میام اینجا بست میذارم. موقعی که تعویض رنگ نداریم پایه کوتاه میزنم، اینجا چون میخوام تعویض رنگ کنم یه بست میزنم، یه زنجیره نخم رو قطع میکنم. اینجا میخوام از رنگ سبز حالا یکم پررنگتر استفاده کنم، دوباره نخ و سر میندازم و میام این قسمت، ببینید اینجا حفره قبل از این پایه کاهشی، اینجا قلاب رو رد میکنم و نخ و سر میندازم و 2 3 تا زنجیره میزنم برای شروع کار که ارتفاع پایم به دست بیاد و یه دونه کاهشی مثل درجهای قبل 2 3 4 5 حفره بعد از کاهشی یعنی اینجا 1 2 3 4 5 حالا 2 تا پایه رو با هم جمع میکنم، قلاب رد میشه، پایه کوتاه و زنجیره و دوباره میام داخل این حفره تک زنجیری که دارم بافته پایه پفکی های تکمو میبافم تا برسم به گوشه بعدی بافتم. خب من پایه ها رو تا این قسمت ببافم. خب 11 تا پای تکمو بافتم، بعد از این پای کاهشی 11 تا پای تک بافتم، دوباره رسیدم به این قسمت کاهشی که کاهشیمو انجام میدم 2 3 4 5 پای بازه روی قلاب میرم حفره بعد 1 2 3 4 و 5 حالا 2 تا پایه رو با هم جمع میکنم و یه دونه کاهش میبافم، یه زنجیره و دوباره 11 تا پایه تک میبافم تا برسم به انتهای رجم. خب من بافت انجام دادم. اینجا چون میخوام رج بعدم با همین رنگ ببافم، به جای زنجیر و پایه بست مستقیم میرم بالای این پایه و یه دونه پایه کوتاه، پس زنجیری نزدم، مستقیم میرم اینجا پایه کوتاه میذارم که حفره قبل از این پایه کاهشی بافتم و شروع کنم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم، دوباره اینجا یه دونه پفکی باز، حفره بعد از این پایه کاهشی هم اینجا یه دونه پفک 1 2 3 4 و 5
و پایه رو جمع میکنم. پایه کوتاه و زنجیره. حالا دوباره میام داخل این حفره های زنجیره که توی این رج 10 تا حفره هست، هر کدوم یه دونه پایه پفکی میبافم به فاصله 1 زنجیره. خب 10 تا پایه پفک تکو که بافتم، دوباره میرسم به این گوشه کار. ببینید دوباره اینجا باید بافت کاهش انجام بدم. 1 2 3 4 5 پایه باز روی قلاب. حفره بعد از کاهشیم 2 3 4 5 و حالا این دوتا پایه رو جمعش میکنم. پایه کوتاه و زنجیره و دوباره میام 10 تا حفره زنجیری که دارم و با 10 تا پایه پفکی به فاصله 1 زنجیره پر میکنم. خب دوستان بافت انجام دادم. اینجا اگر لیف اندازه دستتون بود که دیگه یه زنجیره میزنید بست و نخو قیچی میکنید. اگر نه، الان برای من این قسمتش بزرگ اندازه نیست، من میام یک رج دیگه بافت رو تکرار میکنم. پس اگر برای شما اندازه بود که دیگه اینجا بست رو میزنید و کار رو تموم میکنید. اگر نه، یک رج دیگه ادامه میدید. به جای زنجیره و بست من میام اینجا بالای این پایه و یه دونه پایه کوتاه میزنم و دوباره مثل رجای قبلی بافتم و انجام میدم. 3 تا زنجیره اینجا، یه دونه پفکی باز، 3 4 5 و اینجا هم یه دونه پایه 1 2 3 4 5. دو تا پایه رو با هم جمع میکنم و یه دونه پایه کاهشی میبافم و این رج 9 تا پایه تک میبافم. دوباره به این قسمت که رسیدم پایه کاهشیمو میبافم. پس اگر برای شما این بافت اندازه بود که دیگه نخ قطع میکنید، اگر نه که یک رج دیگه بافت رو به همین صورت ادامه میدید. توی این رج این قسمت بافتمون 9 تا پایه باید داشته باشیم، این قسمت بافتمون هم 9 تا پایه و این پایه کاهشیامون هم که میبافیم. بافت انجام بدم و برگردم. خب دوستان من بافت انجام دادم و توی این رج آخر 9 تا پایه تک این طرف دارم، 9 تا پایه تک این طرف. اینجا میام یه دونه زنجیره میزنم و بست میزنم این بالا روی این پایه. اینجا یه زنجیره نخو قطع میکنم. اگر نه دوست داشتین که میتونید براش یه دونه آویزم درست کنید. 3 تا زنجیره میزنیم نخ دور و قلاب. همونجا ببین ما بین این دو تا پایه میام یه دونه پایه بلند میبافم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره میزنم نخ دور و قلاب و میام یک حلقه از زنجیره میگیرم، یک حلقه هم از این پایه بلند قبلی و یه دونه پایه بلند جدید میبافم. یک حلقه از زنجیره، یک حلقه هم از پایه بلند و یه دونه پایه بلند میبافم. دوباره 1 2 3 تا زنجیره و دوباره یک حلقه از زنجیره، یک حلقه از پایه بلند و یه دونه پایه بلند میبافم. و هر چند بار که دوست داشتیم بلندی و ارتفاع این آویزمون باشه این کارو تکرار میکنیم. من یه تعداد ببافم و برگردم. خب دوستان من 8 بار این کارو انجام دادم و میام به همون قسمت اول پایه کوتاهمو میزنم، 2 تا پایه کوتاه میزنم کارم محکم بشه. 2 تا زنجیرم میزنم و نخمو قطع میکنم. نخای اضافه هم میبرم لابلای پایه ها و مخفی میکنم و تمیزکاری کارم و دیگه خودم انجام میدم. اینم از آموزش این لیف خوشگل طرح هندوونمون که امیدوارم دوست داشته باشین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.